این جالب انسان است. خودش قصه میکنه که ما به همین قبیله خود در شب 14 همین نظرها و الوا و شعله و موله را به اصلاح جور کردیم. این را به بت بردیم و باور ما ای بود که این بت سعی میکند و برکتی میشود. با سوب نانا را تقسیم بندی میکردیم. پشت از این نان ما استراحت میکردیم و کل همین قبیله ما خو است. به این عنوان خو است که این بت برش میبیند و به اصلاح برکتی میشد. من که چشم خدا خلاص کردم که اگه بت رق به اصلاح به ماسه می بر خطا شد. خیست ماسایی که در یک لقمه گرفتم دادن بت دادم. دیدم که نخورد گفت ترسیدم مرا لط کس نکنه. پس گریختم در جای خدا. من با تشویش مرا گرفت که چه رقم خداست که نانم نمیخوره. تشویشم زیاد شد. گفت من دیگه طرف سعیش میکنم. باز خیستم یک سنگ گرفتم ماسایی که در این فرق زدم. پقش برام. دیدم که هیچ کاری بت نکرد. و گفتم والله تو خدا نیستی. کسی مردم غلط کرده. آمدن پشت تو خدا انداختم. همونجا گفتم لا اله الا الله، نیست معبود بر حق جز الله. روزها سپری شد و من می کلمه را تکرار میکردم و منکری از این بت و از این بت پرستی بودم. خبر برام رسید که در مکه مکرمه کسی است که عین کلمه را به مردم تعلیم میدهد. همین کلمه را به مردم تعلیم میدهد که بگوین لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله بگوین رستگار میشین. بسیار گفت عجیب برخطا شدم. برادر خود به نام انیس را و یا انیس فرستاد به مکه تا اینکه خبر بگیرد. برادر حرکت کرد، به مکه آمد و برگشت و ابوذر که در انتظار او به سر می برد با شتاب او را ملاقات کرد و از او پرسید که در مکه چه دیدی؟ او گفت مردی را دیدم که به کارهای نیک امر می کرد و از کارهای بد نهی می کرد و کلامی را از او شنیدم که شعر نبود. در همین اندازه برای ابیذر خبر آورد و ابیذر گفت که مرا سیراب نکردی. سوال کرد که مردم در مورد او چی می گفتند؟ برادر گفت که مردم به او می گفتند که بعضی می گفتند دروغگوست، بعضی می گفتند ساحر است، بعضی می گفتند مجنون هست. بالاخره اتهامات مختلف بهش می زدند. ابوذر دید که راه به جایی نبرد با این گفته‌ای که برادر براش نقل کرده. به همین خاطر تصمیم بر این گرفت که خود دنبال قضیه بره. خودم رفتم می فضا را میبینم کلگی در دشمنی با کسی که لا اله الا الله میگوید مبرهد، کسی که لا اله الا الله میگه امرایش در مشکل است. یک شب تیر کردم، کسی آمد از حضرت علی کرم الله وجهه مرا خانه برد به عنوان مسافر، نان برم داد، دیگه پرسانم نکرد. دیگر روز باز برد برام گفت که میتونم کمکت بکنم، چطور در اینجا آمدی و چی میخوای؟ ما گفتم که آمدیم به یک کاری. گفت که نترس، من برات کمکت میکنم. گفت که آمدم یک کسی به مردم میگه لا اله الا الله، میخوام این مرد بشناسم که کی است. حضرت علی کرم الله وجهه برش خنده کرد که بسیار خوب میبرم. پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه را میبرد. با مجردی که پیامبر خدا را میبیند میگه اشهد ان لا اله الا الله. با مجردی که میبینیش میفهمه که امو زیبایی صورت رسول الله صلی الله علیه و سلم، امو صداقت پیامبر و امانت داری پیامبر علیه السلام و در زندگیش مجسم بود. حضرت ابوذر رضی الله عنه مسلمان میشه. بعد میگه که یا رسول الله 3 روز این مردم بیدین مرا از رؤیت تو دور کرده بود، به خاطر که بدت میبید. الله شاهد است که همین کلمه که اینا سخت بد میبینند در پیش رویشان که نگویم دلم طاقت نمیکنه. پیامبر خدا گفت که نکوی کاره که من نگاه کدیت نمیتونم، دفاع کدیت نمیتونم، ولی حضرت ابوذر قبول نکرد. از خانه خارج شد و میان بزرگان قریش با صدای بلند فریاد زد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و وقتی که بزرگان قریش این صدای بلند و علنی را شنیدند مثل شیر از جا بلند شدند و به طرف ابوذر حمله کردند و او را تا حد مرگ کتک زدند. عباس که از اونجا میگذشت چنین وضعیتی رو که مشاهده کرد اومد و گفت که ای بزرگان قریش چه کار دارید میکنید؟ شما میدانید که این مرد از قبیله غفار هست و قبیله غفار سر راه کاروان شما قرار داره که برای تجارت به شام میری. اونها به خودشون اومدن و دست از زدن ابوذر کشیدن و ابوذر با این حالت دوباره پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم برگشت. پیغمبر به او فرمود که مگه من نگفتم که تو اسلام خودت رو آشکار مکن؟ ابوذر گفت که یا رسول الله چیزی در دلم بود
که نمیتونستم نگهش بکنم و وادار میکرد مرا که صدا بزنم و این کار رو هم انجام دادم. رسول صلی الله علیه و سلم به او دستور داد که به قوم و قبیله خودش غفار بر بگرده و اونجا منتظر دستور پیغمبر بماند و چیزی که آموخته به دیگران هم یاد بده. و او به قبیله برگشت و برادرش او را ملاقات کرد و از او پرسید که چه خبر؟ ابوذر گفت که خبر خیره، من رفتم و همه چیز رو متوجه شدم، مسلمان هم شدم. و او واقعا پیغمبر خداست.